به نام خداوند مهربان. مخاطبین محترم صفحه جهانی سیاست افغانستان، سلام و درود بر شما. امروز با یک برنامه ویژه خدمت شما هستیم. اخیراً یک نهاد به نام حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان اعلام موجودیت کردند در عرصه سیاسی و گفتمان ملی کشور، ملت و یک نظام مردم سالار. امروز از رئیس این حرکت جناب دکتر فضل‌الهادی وزین دعوت به عمل آوردیم تا در رابطه و چگونگی اعلام موجودیت، ترکیب، مرامنامه، اهداف و آنچه که ضرورت ایجاب میکرد که این نهاد شکل بگیره با حضور و وجود هموطنان عزیز ما در سراسر جهان و داخل کشور، از ایشان خواهش کردیم در صفحه سیاست افغانستان حضور به هم برسانند و اهداف و اساسات این حرکت را با شما شریک بسازند. دکتر صاحب وزین گرامی، سلام و درود، حضور شما را خوش آمد میگوییم. در خدمت علیکم است. السلام و رحمت الله و برکاته. استاد تشکر جناب استاد از فراهم کردن این فرصت. خواهش میکنم. خب، چند روز پیش اعلام موجودیت حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان عرض اندام کرد در عرصه سیاسی و اجتماعی افغانستان. با یک مقدمه وارد بحث شوید، سپس پرسش هایی که لازم باشه از خدمت شما خواهیم داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، در نخست اظهار سپاس و تشکر دارم از شما استاد محترم آقای زرابی برای فراهم کردن این فرصت تا با هموطنان عزیزمان پیرامون اوضاع کشور و همچنان حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان رایج داشته باشم. اوضاع کشوری عزیزمان در افغانستان از مردم افغانستان پوشیده نیست. افغانستان از 5 دهه به این سو تقریبا در آتش کودتاها، جنگ‌های داخلی، فقر، مرض و همچنان مداخلات و اشغال‌های خارجی می‌سوزد. مردم افغانستان، ملت افغانستان در 5 دهه گذشته متاسفانه در نتیجه عدم ثبات و استقرار در کشور صدمه ها و ضررهای زیاد دیدند. افغانستان از نظر سیستم و نظام سیاسی متاسفانه دچار آشفتگی شده است. وضعیت اقتصادی افغانستان به شدت صدمه دیده است. توسعه در افغانستان تقریبا متوقف شده است در عرصه‌های مختلف. سیستم دولتداری و حکومتداری در افغانستان در هم و بر هم شده است. مشکلات اجتماعی فراوان دامنگیر مردم افغانستان شده است. وضعیت معارف و تحصیلات عالی افغانستان متاسفانه در مقایسه با کشورهای همسایه و کشورهای دیگر جهان عقب افتاده است. همچنان به گونه‌ای که فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی در افغانستان به گونه‌ای که لازم بود متاسفانه روند آن کند شده است و همچنان مشکلات دیگری در نتیجه تبعات جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان، مشکلات دیگری، مشکلات اجتماعی چون عصبیت ها و تعصبات و اختلافات قومی، مذهبی، لسانی و سمتی و زبانی متاسفانه دامنگیری ملت افغانستان شده است. افغانستان بیش از در حدودی بر اساس احصایه ها و آماری که ارائه می شود حداقل 8 میلیون و حد اکثر 10 میلیون از مردم افغانستان در مهاجرت و آوارگی در خارج مرزهای افغانستان در کشورهای مختلف دنیا به سر میبرند. کادرهای افغانستان، متخصصین افغانستان، کسانی که در حقیقت باید اساس و بنیاد انکشاف توسعه در افغانستان باشند و با کمال تاسف از کشور تعداد زیادی آنها از کشور ناچار شدند تا از کشور بیرون شوند و در آوارگی به سر ببرند. در مجموع گفته می توانم که افغانستان
در 50 سال گذشته دچار بحران های بسیار خطرناک بوده است که در بسا موارد حتی این بحران ها بقای افغانستان را نیز زیر سوال برده است. طبعا در 50 سال گذشته ما فرصت های زیادی هم داشتیم که اگر از این فرصت ها به گونه درست استفاده می شد شاید افغانستان به سوی ثبات و استقرار سوق داده می شد و حرکت می کرد. اما متاسفانه کشور ما فرصت های زیادی را در گذشته از دست داد و بعد از تحولاتی که در ماه اگست سال 2021 در افغانستان رونما شد، طبعا امیدهای وجود داشت که اگر مردم افغانستان، سیاستمداران افغانستان، کسانی که زمام امور افغانستان را در گذشته و حال در گذشته در دست داشتند و در حال در دست دارند، شاید از درسهای خوب و بد گذشته تاریخ معاصر افغانستان درس گرفته باشند. اما وعده های آن نیز مردم سپرده شده بود. اما با گذشت 4 سال که حالا وارد سال 5 میشویم، متاسفانه مشکلات افغانستان در حوزه های مختلف به جای خود باقی است و حاکمیت کنونی در افغانستان نتوانست از یک سو به وعده هایی که به مردم سپرده بود در موارد زیادی وفا بکند و از طرف دیگر فرصت هایی که وجود داشت برای سوق دادن افغانستان به سوی ثبات و استقرار و آوردن تفاهم ملی و همچنان رفتن به سوی اصلاحات تا افغانستان از بی‌ثباتی و عدم استقرار نجات بیابد، متاسفانه چنین نشد. هنوز هم که هنوز است، ما در افغانستان با مشکلات متعدد دچار هستیم. هنوز هم در افغانستان اداره وجود دارد، حاکمیت وجود دارد، اما دولت وجود ندارد. به معنی دولت به مفهوم آن در علوم سیاسی که مبتنی بر قانون اساسی باشد و بعدا در حکومت قانون وجود داشته باشد. و هنوز هم در افغانستان تفاهم ملی به گونه‌ای که لازم هست شکل نگرفته است. هنوز هم در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اصلاحات جدی نیاز هست. اگر ما به سوی تفاهم ملی و اصلاحات من حیث یک ملت حرکت نکنیم، مشکلات افغانستان همان گونه که متراکم هست بیشتر می شود و بیشتر می شود و طبعا این در نتیجه تراکم این مشکلات نه تنها فرصت هایی که در دست هست مانند در گذشته از دست می رود، بلکه افغانستان وارد بحران های جدید می شود که شاید در یک مرحله بیرون کشیدن افغانستان از این بحران هایی که خدا نخواسته دامنگیر این کشور خواهد شد اگر اصلاحات به وجود نیاید، در آن صورت بیرون کشیدن افغانستان از بحران و مشکلات دشوار خواهد بود. بنابراین با توجه با وضعیت کنونی افغانستان، با توجه با حالات ناهنجار و نابسامان کشور در حوزه های مختلف، جمع از فرزندان وطن دوست افغانستان، از اقوام، اقشار، از تیپ های مختلف جامعه، شخصیت های با فکر، شخصیت های دارای دید ملی و دید متوازن و واقع‌نگر به قضای افغانستان، بعد از مشوره های بسیار زیاد و بعد از آسیب شناسی های که انجام دادن و بحث های زیادی که صورت گرفت در مورد سهمگیری و تشریک مساعی برای نجات کشور از معضلات و مشکلات کنونی و برای این که خدا نخواسته افغانستان به بحران‌های بیشتر نرود، این را سنجیدند و روی این تأمل کردند و بحث کردند و فکر کردند که چگونه ممکن است ما راهکارهایی را پیشنهاد بکنیم و برای نجات افغانستان از بحران و مشکلات و با همه و رسیدن به یک دید ملی باید در جهت نجات کشور از معضلات و مشکلات تشریک مساعی بکنیم. بنابراین نتیجه این همه بحث ها و گفتمان ها و آسیب شناسی ها و تحلیل های و تحلیل اوضاع افغانستان این شد که ما در شرایط کنونی مردم افغانستان بیش از 4 راه ندارند، یا این که همه ساکت بشینند و آنچه که در افغانستان واقع می شود در قبال آن تماشاچی و بیننده باشند، که طبعا این یک راه است، اما این نه شرعاً درست است، نه عقلاً درست است، نه از نظر رسالت ملی درست است و هم نه
من حیث یک شهروندان مسئول افغانستان می توانیم این را اختیار بکنیم. راه زیرا به تفاوتی و تماشاچی نشستن در قبال اوضاع کشور و سرزمین و مادر وطن، این قطعا نه تنها صلاح نیست بلکه نه از نظر شرعی و از نظر ملی جایز نیست. یعنی راه دیگر این است که مردم به خاطر تغییر اوضاع وارد خشونت و جنگ شوند، که طبعا رفتن به سوی خشونت و جنگ نیست، نه شرعا درست است و نه عقلا درست است و نه به خیر و صلاح مردم افغانستان است. زیرا این حوزه ناهنجاری که اکنون ما در آن به سر میبریم این نتیجه جنگ هست. یعنی ما از تبعات جنگ رنج میبریم، از تبعات خشونت در افغانستان رنج میبریم، از تبعات کودتاها و اشغالها و جنگ‌هایی که جنگ‌های لا طائل و لا حاصل داخلی رنج میبریم و به این وضعیت ناگوار رسیدیم که این هم جنگ و خشونت، هم رفتن به سوی جنگ و خشونت هم قطعا راه حل نیست و به صلاح کشور نیست. راه سوم این است که همه این وضعیت کنونی که فعلا هست، ناهنجاری که هست، همون چیزی که حاکمیت کنونی انجام میدهد و در پالیسی های موقفگیری های منفی که از طرف حاکمیت کنونی اعمال می شود، مانند نداشتن قانون اساسی، نرفتن به سوی حکومت قانون، بستن دروازه های مکاتب و پوهنتونها بر روی دختران، اعمال محدودیت بر روی زنان، انحصار و احتکار یک طرفه قدرت، منع سرکوبی آزادی بیان و همچنان تشکلات سیاسی و اجتماعی در افغانستان و چیزهای دیگری از این قبیل که به خیر و صلاح افغانستان نیست. بنابراین این یک راز که طبعا ما نمیتوانیم من حیث شهروندان مسئول حمایت از این وضعیت، از این همه پالیسی های نادرست و پالیسی های نادرست و نامناسبی که حاکمیت کنونی به ارتباط اوضاع کشور در پیش میگیرد، طبعا هم این شرعا درست نیست و عقلا هم درست نیست. ما نمیتوانیم پالیسی های نادرست و نابجا و غیر مناسب را که با سرنوشت کشور بازی می شود آن را بپذیریم. بنابراین و طبعا البته ما پالیسی های مثبت، گام های مثبتی که در جهت خیر افغانستان، فلاح افغانستان و بهبود افغانستان برداشته شود، چی از طرف حاکمیت کنونی و چی هم از طرف هر جهت دیگر، طرف تایید و قبول است که باید آن تایید شود. اما در برابر پالیسی های نادرست و غلط و نامناسب سکوت شرعا درست نیست و عقلا درست نیست و بر اساس منافع ملی افغانستان درست نیست. این راه سوم بود. راه چهارم این است که این سه رای که من گفتم، این سه گزینه‌ای که بود، این برای ما قابل قبول نبود. بنابراین گزینه چهارم که گزینه است که ما آن را درست و مناسب می‌دانیم، این است که باید برای نجات کشور، برای سوق دادن افغانستان به سوی ثبات و استقرار و تشکیل یک دولت قانونمند و رفتن به سوی دولت قانونمند، به سوی حکومت قانونمند، رفتن به سوی که منتج شود به اصلاحات گسترده سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی و در افغانستان این مستلزم مبارزه، تلاش، سعی و کوشش به گونه مسالمت آمیز و دور از خشونت ضرور هست که بنابراین دوستانی که در تأسیس حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان سهم دارند و این حرکت را تأسیس کرده اند، این شخصیت های ملی و که از همه اقشار افغانستان، از همه ملیت های افغانستان، از همه نقاط افغانستان هستند، بنابراین این را تصمیم گرفتند که باید یک چتر سیاسی ملی، فرا قومی، فرا تنظیمی، فرا گروهی، فرا مذهبی، فرا سمتی و فرا قومی در افغانستان ایجاد شود تا این چتر سیاسی از یک طرف به سوی رفتن به طرف تفاهم ملی میان همه اقشار مردم افغانستان، میچی هم از زن و مرد، جوانان، احزاب، نهادها، گروهها، حاکمیت کنونی در کل به سوی رفتن به طرف تفاهم ملی کار بکند و این تفاهم ملی باید منتج شود به اصلاحات گسترده سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در عرصه‌های مختلف. بنابراین حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان با توجه به اوضاع ناهنجار و نابسامان کشور و با توجه به نگرانی هایی که در مورد آینده افغانستان اگر اوضاع به همین منوال ادامه بکند و با توجه به وضعیت منطقه و همچنان وضعیت جهانی که ما جزئی از منطقه و جهان هستیم و اگر به حال نیاییم و اگر به چالش ها و مشکلات را درک نکنیم و نفهمیم و در جهت
تعامل مثبت با این چالش ها و مشکلات دست به دست هم ندهیم، تشریک مساعی نکنیم. طبعا با توجه با این وضعیت، با توجه به وضعیت داخلی منطقوی و جهانی، وضعیت کشور ما خدا نخواسته بدتر می شود. بنابراین با توجه با این پس منظری که من خدمت شما عرض کردم، حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان به حیث یک چتر ملی فراگیر برای همه مردم افغانستان، برای همه ملت افغانستان تأسیس شد و در هفته گذشته با همین هدف و با همین مرام و با همین دید و ابراز اعلان موجودیت کرد و رسما به فعالیت آغاز کرد. بنابراین حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان با یک دید مثبت و دید سازنده و با استفاده از درس‌های گذشته تاریخ معاصر افغانستان و با برنامه و پلان و با یک چشمدید کاملا واضح و روشن و مستقبل افغانستان و با واقعیت نگری با قضای افغانستان تعامل میکند و خواهان یک مبارزه سیاسی هدفمند، اصولی، مبتنی بر منافع ملی افغانستان، مبتنی بر واقعیت‌های جامعه افغانستان هست و همچنان دست محبت، دست صمیمیت، دست دوستی، دست همکاری، دست تشریک مساعی با همه اقشار ملت افغانستان دراز میکند و ان شاء الله با سایر جهات های افغانی که در این جهت و در برای تحقیق این هدف کار و تلاش میکنند، ان شاء الله همراه و همگام خواهد بود و در این جهت با توفیق پروردگار و با حمایت ملت افغانستان و مردم افغانستان با کار و تلاش در جهت خیر و فلاح و بهبود افغانستان ادامه خواهد داد. بسیار تشکر از توضیحات مبسوطتان. در مورد ترکیب اعضای حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان اگر لازم میبینید توضیحات ارائه بکنید که چه اشخاص در گرداگرد شما هستند و شما چون از تفاهم نام بردید با چه کسانی تفاهم میکنید؟ آیا خط سرخ دارید در رویکرد سیاسی با احزاب چپ، راست، میانه، افراطی، رادیکال و گروه های مختلفی که بوده هست و همچنان در سطح فرامنطقه کشورهای همسایه یا سازمان ها و نهادهای بین المللی؟ هدفتان از تفاهم چیست؟ بعد میرسیم روی اصلاحات. ببینید جناب زرابی صاحب، در مورد ترکیب حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان باید به گونه بسیار مختصر اشاره بکنم که حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان همان گونه که از نام این حرکت و همچنین و واضح روشن هست، این حرکت مربوط می شود به همه ملت افغانستان. یعنی به این معنا که در ترکیب حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان تا هنوز که آغاز کار هست و شروع کار هست، خواهران و برادرانی که در این حرکت با این حرکت پیوسته هستند و با این حرکت و اعضای عضویت این حرکت دارند در سطوح مختلف تشکیلات حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان، چی از مجمع عمومی حرکت، چی در شورای مرکزی و شورای مؤسسان حرکت و چی هم در شورای سیاستگذاری حرکت، از مناطق مختلف افغانستان، از گویندگان زبانهای مختلف افغانستان، از بک‌گراند ها و پسمنظرهای سیاسی اجتماعی متفاوت در افغانستان، هم از زنان و مردان و جوانان در صفوف حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان حضور دارند. از طرف دیگر از نظر حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان با خود جمع قابل ملاحظه از شخصیت های سیاسی معتدل و مثبت اندیش افغانستان را، همچنان تعدادی از قضات خوب و خوشنام افغانستان، حقوقدانان افغانستان، شخصیت های اهل قلم و نویسندگان و ژورنالیستان در افغانستان، همچنان شخصیت های متنفذ قومی و اجتماعی که در داخل جامعه افغانستان نفوذ دارند و همچنان جوانان و زنان را، هم از زن و مرد را، از حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان در صفوف خود دارد. یعنی به این معنا که دروازه های حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان بر روی همه مردم افغانستان به صرف نظر از قوم، زبان، مذهب، بک‌گراند سیاسی این حرکت باز است. و چیز دیگری که از خصوصیات حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان است این است که
دروازه های این حرکت برای نه تنها برای اشخاص حقیقی باز است، بلکه برای نهادهای حکمی که با اهداف حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان موافق باشند و مرام حرکت تفاهم اسلام، مرام حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان را بپذیرند، نهادها و سازمانها نیز می توانند با حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان بپیوندند. به تعبیر دیگر عرض بکنم که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان یک حزب نیست، بلکه یک حرکت هست، یک جریان است که آن محدودیت هایی را که احزاب دارند ندارد و طبعا تجربه احزاب نیز در بس موارد در افغانستان مشکلات خود را داشته است. بنابراین حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان هرچند چتر سیاسی است و کار سیاسی میکند و این یک چتر فراگیر سیاسی است، اما با تعبیر مشخص حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان حزب نیست. یعنی این با این نقطه بسیار مهم است. هرچند خط کشیدن میان تفکیک کردن میان یک حزب سیاسی و یک حرکت و جریان سیاسی یعنی کمی دشوار است و گاهی اوقات این دو اشتباه گرفته می شوند و حرکت با حزب اشتباه می شود. اما حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان برای این که فراگیر باشد، برای این که همه شمول باشد، برای که بتواند همه اقشار و اطیاف ملت افغانستان را از بک‌گراند های سیاسی متعدد و متفاوت با خود داشته باشد، دروازه های حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان و قلب حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان بروی همه باز است. یعنی ما برای عضویت در حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان مسابقه اساسنامه و مسابقه در تطابق با مرامنامه حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان شروط زیاد نداریم. یعنی هر کسی که تبع افغانستان باشد، به جرایم جنایی محکوم نه از طرف محکمه به صلاحیت محکوم نشده باشد، با مرام حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان را بپذیرد، سن 18 را تکمیل کرده، 18 سالگی را تکمیل کرده باشد، می تواند عضو حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان باشد و در چوکات و در دایره این حرکت فعالیت بکند. این از نظر ترکیب حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان. ما بار دیگر تکرار بکنم که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان شخصیت جدی از شخصیت‌های علمای دینی، در علمای دینی، استادان دانشگاه ها، اعضای سابق پارلمان در افغانستان، حقوقدانان، قضات، شخصیت‌های سیاسی، متنفذین مؤثر قومی و شخصیت‌های نافذ اجتماعی در داخل افغانستان، مسئولین بعضی از نهادها و سازمانها و انجمنها و نهادها را و در جوانان و زنان را بدون تبعیض زن و مرد و قوم و مذهب و سمت و زبان در خود دارد. یعنی این حرکت به وصل ایمان دارد، باور دارد، نه به فصل. بنان این از نظر ترکیب حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان. اما از این که ما چگونه تعامل حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان با احزاب و گروه های سیاسی چگونه است، حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان به این نتیجه در این باور است که افغانستان خانه مشترک همه ملت افغانستان است. هر شهروند افغانستان به هر قوم و منطقه و زبان و گروه و حزب و گروه و اندیشه سیاسی که با مذهبی که باورمند باشد، این افغانستان حق خانه مشترک همه است. بنابراین و به این رانیز این یک نقطه دیگر این است که ما به این نتیجه رسیدیم در حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان که نجات افغانستان از بحران و از مشکل و از معضلات تجربه نشان داده است که از توان یک حزب و جریان و گروه هر چقدر پرتوان هم باشد بیرون است. یعنی هیچ حزب و گروه و تنظیم و جریان سیاسی به تنهایی خود نمیتواند افغانستان را از این معضلات و مشکلات نجات بدهد. بنابراین این ایجاب میکند تا احزاب، سازمان ها، گروه ها، جریان ها، شخصیت ها و همه جهت های مؤثر در افغانستان با هم تشریک مساعی بکنند، باید همکاری بکنند و این همکاری طبعا بر اساس مشترکات ملی ممکن است. یعنی ما در افغانستان، استاد زرابی محترم باید عرض بکنم که ما در افغانستان مشترکاتی داریم که همه مردم افغانستان از هر حزب و گروه، راست و چپ و وسط و هم مذهب و قومی که باشند این مشترکات را قبول دارند، این را میپذیرند و هم با آن اختلاف ندارند. بنابراین اگر ما در حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان به این نظر هستیم، حرکت به این نظر هست که ما اگر زمینه های تشریک مساعی و همکاری این همه افغان ها از هر حزب و گروه و جریان و مذهب و قوم
اندیشه که هستند، اگر روی مشترکات ملی که برای همه مقابل قبول هست و هیچ کس با آن اختلاف نظام ندارد، اگر با هم جمع شویم، با هم همکاری بکنیم، با هم تفاهم بکنیم و با هم تبادل نظر بکنیم و نتایج مشترک برسیم و بر مبنای این تفاهم مشترک ما برویم به طرف اصلاحات که اساس آن از بنیاد آن از قانون اساسی قابل قبول برای ملت افغانستان و تشکیل دولت مبتنی بر قانون اساسی و ارکان دولت شروع می شود. اگر به این سو برویم، من گمان می کنم که این ممکن هست و حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان می تواند پلتفرم باشد برای برای تشریک مساعی و همکاری با همه شخصیت ها، نهادها، احزاب، گروه ها و جریان ها و حاکمیت کنونی در افغانستان. یعنی تفاهم ملی به گونه‌ای باید باشد که باید هیچ جریان، هیچ شخص، هیچ گروه، هیچ طیف در افغانستان از این تفاهم بیرون نماند. یعنی ما با پالیسی هایی که به حذف و انحصار و احتکار منجر می شود طبعا و به این باور نداریم و طبعا یک از اسباب و عوامل مشکلات جدی افغانستان که اکنون در بحران هستیم و قبلا در بحران بودیم و اگر مشکلات حل نشود باز هم به سوی بحران خواهیم رفت و بحران بیشتر خواهد شد، این است که در افغانستان سیاست حذف و انحصار و احتکار متاسفانه اعمال شده است و اگر ما از سیاست حذف و احتکار و انحصار بیرون نشویم، ما راهی به جایی نمیبریم. بنابراین حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان با دست صمیمیت، دست همکاری، تفاهم با همه احزاب، راست، چپ، با همه گروه ها، همه جریان ها، همه شخصیت ها و در افغانستان بر روی مشترکات ملی که برای همه قابل قبول است دست دوستی همکاری دراز می کند. مثلا این که در افغانستان از مشترکات ملی که کشور به نام افغانستان وجود دارد، این کشور جغرافیای افغانستان سالم بماند، این که در افغانستان مردم افغانستان دارای حاکمیت ملی باشند، این که مردم افغانستان دارای یک دولت مبتنی بر قانون اساسی و باشند، این که در افغانستان حکومت قانون وجود داشته باشد، این که در افغانستان عدالت اجتماعی وجود داشته باشد، این که همه مردم افغانستان، همه اقوام افغانستان خود را مالک افغانستان بدانند، این که در این کشور تبعیض بر اساس قوم، زبان، مذهب، جنسیت وجود نداشته باشد، این که در حکومت داری شفافیت وجود داشته باشد، این که عدالت اجتماعی تامین شود، این که فرصت ها به گونه مساوی برای در خدمت در پیشروی همه مردم افغانستان قرار داشته باشد، این که در افغانستان آزادی بیان وجود داشته باشد، حکومت قانون وجود داشته باشد، این که دروازه های تعلیم بروی دختران و پسران به گونه یکسان در افغانستان فراهم شود، این که زنان افغانستان بتوانند مانند شهروندان متساوی الحقوق در سیاست، اقتصاد، در معارف، تحصیلات عالی، اجتماع، در همه سهم داشته باشند، این که در افغانستان ارزش‌های دین مقدس اسلام، دین مبین اسلام، ارزش‌های اسلامی افغانستان من حیث یک کشور اسلامی، این ارزش‌ها، عقاید، احکام، ارزش‌های اسلام مورد احترام باشد و این که اسلام دین مردم افغانستان، دین افغانستان است و این که در ارزش‌های اسلامی مرجعیت مردم افغانستان است و همچنان چیزهای دیگری از این قبیل و اینکه کار بر اهل کار سپرده شود در افغانستان و بالاخره مهاجرین به کشور بر بگردن. من گمان میکنم که در این مشترکاتی که من عرض کردم همه احزاب، همه گروه ها، سازمان ها، شخصیت ها همه به این باور دارند و هیچ کسی وجود ندارد که با این مشترکاتی که من عرض کردم اختلاف بکنند. بنابراین ما میتوانیم بر روی این مشترکات با هم تفاهم بکنیم. تفاهم به معنای میانجیگری مصالحه نیست که ما حرکت تفاهم میانجی باشد میان دو طرف حاکمیت کنونی و مخالفین، بلکه این به این مفهوم نیست، بلکه تفاهم ملی که همه افغان ها با هم وارد گفتمان شویم، وارد گفتگو شویم، روی مشکلات افغانستان با هم سخن بگوییم، حرف بزنیم و این چیزی است که در طرح و نقشه راهی که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان تهیه کرده است و بر اساس آن و مراحلی که دارد، این که تفاهم چیست، تفاهم ملی چیست و اصلاحات چیست و تفاهم ملی تعریف آن چیست و مفهوم آن چیست و در این ویژگی های تفاهم ملی در افغانستان باید چی باشد و چی هست و اینکه مکانیزم تفاهم ملی چگونه است، اهداف چگونه باشد، محورهای تفاهم چگونه باشد، مراحل تفاهم ملی چگونه باشد، برآیند و نتیجه تفاهم ملی چی بود، این را ما حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان در طرح و نقشه راهی که ارائه کرده است به گونه مدون از این تذکار رفته است و در مورد آن به گونه مفصل بحث شده است.
تشکر. خب توضیحات شما خوب است از لحاظ تئوریک، ولی به عنوان یک اپوزیشن بسیاری از گروه ها چنین حرفایی میزنند تا زمانی که قدرت در دست ندارن یا سهم در قدرت ندارن در حکومت، ولی زمانی که حاکم میشن باز تمام قدرت همه را با خود میخواین، در حالی که زمانی که اپوزیشن هستن میگن همه با هم باشیم روی اشتراکات، ولی قدرتی که میگیرن مثل که طالبا در حال حاضر قدرت در انحصار یک گروه خاص است. هیچ گروه و گروپ سیاسی را بر نمیتابند و همه را منحل کردند. همچنان که در زمان حاکمیت پس از کودتای خونین 7 ثور چنین بود. زمانی که قدرت گرفتن هیچ کس شریک حکومت نساختند، در حالی که پیش از حاکمیت زمانی که دهه دموکراسی نامیده میشد عنوان میکردند که ما از تمام اقوام و گروه ها و زبان ها و تیره ها عضو میپذیریم. افغانستان خانه مشترک هم است، ولی در زمانی که قدرت گرفتن هیچ گروه و گروپ غیر از تفکر خودشان و ایدولوژی خودشان وارد سیستم نشد. تا زمانی که روسا بودن رویکرد بسیار خشونتبار داشتن. وقتی که روسا پشتشان رو خالی کرد مش مصالحه ملی را اعلام کردن و مردم به اونا اعتماد نکردن، موفق هم نشدن. میخواستم این عرض کنم که شما در حال حاضر همونطور که فرمودین دروازه ها باز است، هر کسی میتواند با پالیسی های بسیار انسانی و ملی که عنوان کردید وارد این بدنه نهاد شما یا حرکت شما شوند. تا اینجا بسیار خوب است. ما میخوایم بدانیم که اگر شما نوهن جریان شما در حاکمیت سیاسی برسد، آن زمان هم چنین روی کرده را پیش میکنید با توجه به تجارب تلخی که ما داشتیم، یا اینکه نوهن شما یا هر حزب و جریانی که بعدا به قدرت میرسن، حالا به هر حمایتی که باشه، دوهای دیگر باشه، بن دیگر باشه یا با حمایت مردم باشه، چرا ما تا این لحظه عبرت نمیگیریم از تکروی، از قشرگرایی، از قومگرایی، از زبانگرایی، از نژادگرایی، از حزبگرایی، به یک تکثر عمومی که جغرافیای ماست، مردم ماست، با تمام بافتها و ریشه های تیرایی که داره. در این مورد یک مقدار بسیار کوتاه روشنی بندازین تا شفافیت بیشتر حاصل شود. ببینید استاد زرابی، استاد محترم، شما یک بر روی یک درد بسیار مهم و بزرگ افغانستان انگشت گذاشتید و این سوال شما از دید من بسیار زیاد مهم است. باید عرض بکنم که یکی از مشکلات بسیار بزرگ افغانستان در طول تقریبا 50 سال گذشته همین بوده است که هر جریان و اشخاص، شخصیت هایی که به قدرت رسیدن، حزابی که به قدرت رسیدن، متاسفانه تلاش کردن تا در این قدرت را در انحصار داشته باشند، قدرت سیاسی را احتکار بکنند و به نوعی و گونه جریان های دیگر را نفی بکنند، حذف بکنند و در نتیجه یک جریان و یک حزب گروه تکرار باشد که طبعا این مشکل بزرگ افغانستان است و این بناهن باید به این مشکل باید رسیدگی شود و ما این مشکل را باید حل بکنیم. حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان بر اساس مرامنامه‌ای که در خدمت هموطنان عزیز قرار دارند و آن را از وبسایت حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان و دریچه های رسانه های اجتماعی حرکت می توانند دریافت بکنند و آن را مطالعه بکنند. همان گونه که در این مرام تذکار رفته است و یاد شده است، حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان نمیخواهد برای ملت نسخه از طرف خود تجویز بکند برای حل مشکلات کشور، چه رسد به این که این حرکت به تکروی سیاسی و انحصار قدرت باور داشته باشد. بنابراین اصل قضیه این است که باید ما بر اساس طرح و نقشه راهی که هست برویم من حیث یک ملت به سوی تفاهم ملی و با هم در مورد مشترکات ملی افغانستان، مشکلات افغانستان، معضلات افغانستان و آسیب پذیری هایی که کشور ما دارد و ما من حیث یک ملت داریم و هم سخن بگوییم، تبادل نظر بکنیم و برایند و نتیجه این گفتمان را و این تفاهم را که تفاهم ملی هست، برایند آن را من حیث یک سند وثیقه ملی باید به ملت افغانستان عرضه بکنیم و من حیث یک سند مبتنی بر این سند
قانون اساسی در افغانستان ما تصویب شود و من حیث وثیقه ملی که در نتیجه خواست ملت افغانستان است، قانون اساسی از طرف یک خود نمایندگان ملت باید این قانون تصویب شود و بعدا با یک مکانیزم مشخص این قانون اساسی تصویب شود و بر مبنای این قانون اساسی که سند است و مرجعیت همه مردم افغانستان است، وثیقه ملی است، مرجع ملی برای همه مردم افغانستان هست و منعکس کننده خواست آرمانها و خواستهای ملت افغانستان است. دولت و حکومت بعدا در چوکات این قانون اساسی شکل بگیرد. اگر این قانون اساسی مرجعیت باشد، دولت را تعریف بکند، هویت افغانستان را مشخص بسازد، ارگانهای دولت را نه تنها تعریف بکند بلکه آن را مشخص و واضح بسازد. بنابراین مبتنی بر مرجعیت این قانون اساسی و اتکا به این قانون اساسی، من گمان میکنم که دیگر زمینه های رفتن به گرفتن قدرت و رسیدن به ارگ از طریق کودتا، جنگ، خشونت، تقلب و تغلب، هم تقلب با قاف یعنی از تقلبگرایی و تزویر و جلکاری در انتخابات، و هم تقلب به غین بر اساس زور، و ما در تشویق سیاسی اسلام آن را میگیم تقلب از طریق زور و تفنگ به قدرت رسیدن و قدرت را غصب کردن و با غلبه، این برای ابد پایان مییابد. و بنابراین سوال این که اگر این کار صورت بگیرد و ما ان شاء الله که خدا توفیق نصیب کند که ملت افغانستان با تشریک مساعی همه ملت افغانستان، ما نمیگیم که این را حرکت تفاهم اصلاحات انجام میده، با این اشتباه نشود، بلکه اگر ما در این جهت زمین اساس باشیم، همه با هم یک پلتفرم ایجاد بکنیم تا برویم به سوی داشتن یک مرجعیت موسیقی ملی قانون اساسی که برای همه قابل قبول باشد و این قانون اساسی را داشته باشیم، بعدا دولتی که بر اساس این قانون اساسی شکل میگیرد و حکومتی که بعدا در چوکات دولت مبتنی بر قانون اساسی شکل میگیرد و دیگر ارکان دولت، من گمان میکنم که دیگر سوال انحصار احتکار دیگر پیش نمیاد و هیچ گروهی دیگر توان آن را نخواهد داشت که قدرت را انحصار بکند، احتکار بکند و تغییر قدرت سیاسی، تحول سیاسی همیشه به گونه مسالمت آمیز، به دور از خشونت، قتل و کشتار انشاءالله شکل میگیرد که این نیاز افغانستان است و امیدوار هستم که پاسخ این سوال کاملا واضح و روشن باشد. و همه ما این است، تلاش ما این است که ما پلتفرم شویم و با هم تشریک مساعی بکنیم در جهت رفتن افغانستان به سوی دولت قانون که اساس و بنیاد آن قانون اساسی قابل قبول برای ملت افغانستان هست. بعد از آن در چوکات بعد که این دولت تأسیس شد و حکومت شکل گرفت، دیگر سوال انحصار قدرت، احتکار قدرت و همچنان یا رفتن به صورت خشونت، کودتا، جنگ برای رسیدن به ارگ در افغانستان برای ابد پایان می‌یابد ان شاء الله. تشکر. خب اگر شما لطف کنید پاسخها رو بسیار کوتاه بگین، من یک دو تا یا سه تا پرسش دیگه هم داشته باشم. وقت گذشته. خدمت شما عرض کنم که آنچه که شما عنوان کردین در چارچوب قانون سعیم دانستن گروه ها، احزاب، اقوام، نژادها و توده های مردم در حکومت یک کار خوب است، اما پیش آمده که قانون اساسی و احزاب و جریان ها را م، صاحبان قدرت به گروگان میگیرن و همون غلبه غینه که شما عنوان کردین، طالبا هم چنین روی کرده دارن، میگن ما با زور و با انتحاری ها و با مبارزه بر آمریکایی ها، گرچه که 200-300 هزار نفر افغان ها هم کشته شد، 2 تا 3 هزار نفر امریکایی و خارجی به غنیمت گرفتیم و هر آنچه که از افغانستان است معامله میکنیم، اگر معادن است، آسمان است، آب است، اقتصاد است، هر چی که در این جغرافیا هست، مردم است، ناراضی هستن و همه را به قضا و قدر الهی حواله میکنن. خب این تجربه سختی بوده، تا همین اکنون هم ادامه داره. اعتماد کردن به یک پلتفرم نوشتاری که امروز هوش مصنوعی هم میتونه در کمتر از 1 دقیقه کار بکنه، افرادی که نتوانستن اونطوری که باید شاید اعتماد افکار عمومی و ملت جلب کنن و یک تعداد از سیاسیون هم از گذشته خودشان عذرخواهی نکردن از مردم افغانستان و تاریخ، اعتماد کردن یک مقدار دشوار شده. این که گرد یک فرد یا یک گروه
جمع شوند کار نیک است، اما فکر میکنم در حال حاضر عملی نباشه. باید یک تعدادی از افرادی که سهمی در قدرت داشتن، چی از چپی ها یا راستی ها، هر گروه و گروپی که بودن، امروز اگر شفاف سازی نکنن و از گذشته های خود اظهار ندامت نکنن و دوباره به دامن ملت بر نگردن، بعید میدانم که دوباره مردم افغانستان به اونا اعتماد کنن و همکاری. شاید سکوت کنن ولی همکاری نمیکنن. بنابراین در این راستا باید گامای عملی برداشت، یعنی یک تعداد شهامت کنن، از گذشتهشان صحبت کنن، از حسابهای بانکیشان برای مردم توضیح بدن. با هم افرادی که همکار بودن، دست به فساد و جنایت داشتن، آنها را تقویه بکنن و این جرأت و جسارت داشته باشن. در اون صورت شاید مردم به حرفا و سخنان اونا اعتماد کنن و عمل اونا را یک عمل ملی بپندارن. در این راستا من آرزوی توفیق و موفقیت بر شما و همکارانتان دارم و تمام مبارزینی که چنین نیتی دارن، ولی نیت به تنهایی کافی نیست، باید در عمل ما اون چیز رو پیاده بکنیم. شما چی توقعی از مردم افغانستان، از سیاسیون، از حاکمیت طالبان، از جامعه جهانی، از کشورهای همسایه، آنچه که به عنوان یک پیام در یک پکیج در پایان برنامه جمع‌بندی داشته باشین بسیار خلاصه بفرمایید. بله، من با شما موافق هستم آقای زرابی که ملت افغانستان چون بار متاسفانه با این ملت جفا صورت گرفته است و ملت حق دارد بی‌اعتماد باشد. یعنی همان گونه که ما در ضرب المثل داریم که مار گزیده از ریسمان سیاه می‌ترسد، بله در افغانستان از سیاست، از ارزش‌ها، حتی از دین و از همه چیزهای خوب و نیک ارزش‌ها سوء استفاده صورت گرفته است. بنابراین ملت افغانستان حق دارد که نگران باشد و حتی بدگمان باشد. اما برای این که این بدگمانی تخفیف بیابد یا حداقل باید ما همیشه در بدگمانی به سر نبریم، ایجاب میکند که ما تا حدی که ممکن هست ضمانت هایی داشته باشیم تا جایی که به حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان مربوط است. این حرکت متشکل است چی در صفوف و چی در سطوح رهبری، در شورای مؤسسان و شورای سیاستگذاری سیاسی و شورای مرکزی. حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان متشکل از افرادی هست که سابقه بد ندارند، یعنی سابقه سیاه در تاریخ افغانستان ندارند. مثلا دستشان در خون، در کشتار، در قتل، اختلاس، دزدی و خیانت و سوء استفاده و وابستگی به کشورهای خارجی و سازمانهای استخباراتی دست ندارند. بنابراین این یک میتواند یک نقطه مثبت هست در حداقل که با چیزی که به حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان برمیگردد. یعنی ما و نقطه دیگر این است که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان برخواسته از دل تجارب کامیاب و ناکام گذشته است. ما در افغانستان اگر از یک طرف حکومت کنونی حرکت طالبان وجود دارد، در طرف مقابل یک کسای دیگری که در گذشته در حکومت بودند، در سیاه بودند وجود دارد. اما در این وسط 90% مردم افغانستان که با هیچ یک از این دو جهات وابسته نیست و ملاحظات خود را در مورد همه این دو طرف دارند، در این وسط قرار دارند. حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان تلاش میکند تا صدای رسای این اکثریت خاموش 90% ملت افغانستان باشد. یعنی این یک نقطه دیگر این است که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان به دور شخص و اشخاص کسی جمع نمیشود میفرد، بلکه اهداف و مرام هست و این ما تجربه کردیم که شخص محور بودن حرکت ها و جریان ها و احزاب که بر اساس شخص یک شخص و دو شخص چند شخص در رهبر باشند، در رأس باشند، پول، امکانات، ارتباطات، همه چیز در اختیار آنها باشد. بعد آنها که فوت کردند و مردند یا متقاعد شدند فرزندان آنها بیاد و آن میراث ببرد همه چیز را طبعا، و بعد اگر نبود نواسه هایشان طبعا حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان این را مردود میداند و این را محکوم میکند و این باور نیست، بلکه حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان کار سیاسی را یک مسئولیت و یک مسئولیت شرعی و یک عبادت تلقی میکند و عبادت میداند و شفافیت اساس بنیاد است. بنابراین حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان همان گونه که ما مطالبه قانونمندی را برای کشور میکنیم، برای تاسیس دولتی مبتنی بر قانون را میکنیم، خود این حرکت قبل از آغاز کار قانونمند هست، اساسنامه دارد، مرامنامه دارد، همه شفاف است، تشکیلات همه منتخب است. یعنی در اینجا قضیه همه
یعنی ما با آنچه را که دعوت میکنیم ملت را به آن، این را ما در حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان تطبیق کردیم. حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان یعنی نتیجه کار مستمر تقریبا بیش از 1 سال است. از 1 سال قبل است که این حرکت مشوره و رایزنی وجود دارد تا نتیجه این محصول شبها و روزها بحث و بررسی و نوشته و تبادل نظر هست و ما برای رهبری جمعی باور داریم. درست است که یک کسی به حیث رئیس حرکت در رأس قرار میگیرد، اما این به این مفهوم نیست که همه چیز در اختیار یک شخص باشد، بلکه ما به رهبری جمعی باور داریم و همه تصمیم‌های حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان برای ملت افغانستان اطمینان بدهم که ما یک تجربه جدید در تاریخ سیاسی افغانستان هستیم. همه تصمیم‌های حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان بر اساس شورا دایر میشد. اگر قرار باشه، اگر درست باشد این تعبیر که بگویم، من با شورا کراسی باور داریم. یعنی شورا کراسی به این معنا که حرکت ما شورایی هست، تصمیم گیری های ما شورایی است، فرد میبخشید گرایی مختلف جناب وجود دکتر ندارد. صاحب، معذرت میخوایم، راجع به ترکیب شورا مایل هستین اسامی افرادی که لازم میبینین نام ببرین؟ بله، اشکال ندارد. من بعضی از نام ها را به حدی که در ذهن من میاد خدمت شما ارائه میکنم. بله، در شورای مؤسسان حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان و در شوراهای دیگر شخصیت هایی که در این شورا حضور دارند و در تاسیس حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان سهم بودند، سهم داشتند و هم در سطوح مختلف حضور دارند. از این شخصیت های مهم مثلا ما میتوانیم نام بگیریم که از جمله زنها و خواهران دکتر فخرالنساء فیضانی، از جمله اعضای مؤسسه شورای حرکت دکتر فضل غنی، استاد فضل غنی مجددی، از شخصیت‌های سیاسی افغانستان عضو شورای مؤسسان حرکت تفاهم افغانستان را دارند. انجینیر محمد عظیم آبرومند از چهره‌های سیاسی که سخنگوی حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان هستند، دیپلم انجینیر محمد عظیم آبرومند سخنگوی حرکت. مثلا میتونم نام ببرم از قاضی ذبیح الله ابراهیمی، از قضات بسیار حقوقدانان و قضات و شخصیت‌های بسیار خوشنام قضای افغانستان هستند. اینجا قاضی محمد حسن صدیقی از قضات بسیار مشهور و حقوقدانان مشهور افغانستان هستند. استاد عبدالقادر عدالتخواه از شخص خدانان قضات مشهور افغانستان، استادان افغانستان حضور دارند. در اینجا قاضی اسدالله زکی از حقوقدانان و قضات مشهور افغانستان است. اینجا استاد اسما عزیزی از استادان بسیار خوب برجسته تحصیلات عالی افغانستان در شورای رهبری حضور دارند. در اینجا همچنان یعنی من نام ها را اگر فراموش نکنم، یعنی این استاد عادلی حسینی از نویسندگان و علمای مشهور و برجسته افغانستان، شخصیت های سیاسی علمی اجتماعی افغانستان، آقای عادلی، سید جعفر حسینی عادلی در رهبری و حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان حضور دارند و همچنان تعداد دیگری از استادان پوهنتون، شخصیت های که وجود دارند. استاد محمد زمان مزمل از جمله شخصیت های سیاسی و اجتماعی افغانستان در رهبری حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان در شورای مؤسسان حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان وجود دارند و کسان دیگری، همچنان شخصیت های دیگری شاید اکنون نامهایشان همه در ذهن من نباشد، حداقل در این و دکتر حمید عزیزی از این شخصیت ها هستند. همچنان انجینیر شهید خطیبی در رهبری حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان هستند. استاد بصیر احمد دانشیار از استادان بسیار خوشنام دانشگاه افغانستان در شورای مؤسسان حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان هستند. استاد محمد هارون خطیبی از شخصیت‌های خوب و مشهود بالخیر در افغانستان عضویت حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان را دارند و کسان دیگری که نامهایشان یعنی شاید به درازا بکند که من نامهای همه را ببرم، چون شورای مؤسسین حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان 27 عضو دارد. یعنی اگر من اعضای محترم را همه را در اینجا نام ببرم شاید بیشتر وقت بگیرد. این تنها در شورای مؤسسان، بلکه در غیر از شورای مؤسسان، در شورای سیاستگذاری
حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان که شورای بسیار وسیع هست، بیشتر از 36 نفر 37 نفر هم از خواهران و برادران از نقاط مختلف کشور، شخصیت های خوشنام، شخصیت های بسیار خوب عضویت دارند. طبعا در مجمع عمومی حرکت تعداد یعنی تعداد بسیار زیاده از جوانان و از زنان و مردان از بک‌گراند های مختلف سیاسی افغانستان وجود دارند. به این خاطر گفته میتونم که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان از اون اقصای بدخشان، از دروازه بدخشان شروع تا آن طرف قندهار، اسپین بولدک و هرات در غرب و همچنان از وسط افغانستان وایمیان و دایکندی و جاهای دیگر و تا شرق افغانستان ننگرهار و کنر و کابل و مرکز و پروان، یعنی عرض کردم میتوانم با اطمینان بر شما بگویم به ملت افغانستان که حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان همان گونه که عرض کردم یک کاملا صبغه ملی دارد. یعنی ما با وحدت و یک پارچگی ملت افغانستان، همه اقوام ملت افغانستان باور داریم و این در رهبری و در رهبری حرکت هم است، در شورای مؤسسان هم است، در شورای سیاستگذاری حرکت هم است، در مجمع عمومی حرکت هم است تشکر. و در کمیته های حرکت هم است. الحمدلله. بسیار تشکر از توضیحاتتان. انشالله در با دفعه بعد با حضور اعضای شورای رهبری هم از خواهران و برادران، جوانان و شخصیت‌های متنوع و متکثری که دارید بتوانیم میزبان شما باشیم و کارکردهای شما را در خدمت مردم شما بتوانید گزارش بدهید. متاسفانه باید عرض کنم در این 4 سال اخیر در پس معامله افغانستان در دوحه بیش از 100 جریان سیاسی اعلام موجودیت کردند. فقط در یک روز قابل توجه بودن بر افکار عمومی که اعلام شد. بعدا ما هیچ گزارش از عملکرد آنها، حداقل ما به عنوان یک ژورنالیست شاهد نبودیم که بیاین بگن آقا ما 3 سال پیش اعلام موجودیت کردیم، در این 3 سال این کارا صورت پذیرفت. مگر اینکه کارهای استخباراتی باشه که ممکن بر بادارانشان برخیا گزارش داده باشن، ولی با ملت افغانستان میبینیم که تماس نیست و این نشان میده که کاسه زیر نیم کاسه است. به هر حال ما از شما به عنوان یک شخصیت شهیر کشور و یک عالم دین، دوستان و همکاران شما که با این اندیشه والا اظهار کردید، در جلسه بعد اگر جسارت نباشه یک گزارش بخوایم. بس چشم انشالله خوش میشم و شما را خدا توفیق نصیب بکنه که شما بسیار کار خوب است. شما و همه ژورنالیستان کشور عزیز ما، شما و اهل رسانه های افغانستان که چشم باز و چشم باز و روشن برای افغانستان هستید، باید اعمال همه را در مراقبت داشته باشید. یعنی رسانه، کار رسانه این است که مراقبت بکند، رقابت بله. بکند، نظارت بکند، شفافیت بینن. ما میخواهیم که امیدوار هستیم که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان در زیر ذربین های رسانه ها و از جمله صفحه بین المللی سیاست افغانستان که با صبغه ملی خود، الحمدلله صبغه ملی و صبغه یعنی معتدل و متوازن و الحمدلله برای همه هست، دریچه‌ای برای هست. و من گفتم میتونم که از بسیاری تلویزیون ها هرچند امکانات بیشتر دارن، لیکن صفحه سیاست بین المللی افغانستان در این 7 سالی که در حد اقل که من با آن سر و کار دارم با شما و این تعقیب میکنم، یک پلتفرم بسیار خوب رسانه‌ای برای افغانستان هستید با این دید متوازن، با دید روشن. و خب ما را از شما خواهش میکنم که شما حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان را زیر ذره‌بین داشته باشید و ما حاضر هستیم ان شاء الله با اعضای رهبری. در پایان اگر اجازه بدهید یک پیامی داشته باشم با ملت افغانستان. من در پایان از ملت نجیب شریف افغانستان، از همین دریچه و منبر صفحه بین المللی سیاست افغانستان این صدا را و این خواهش را و این ندا را میخوایم به عرض برسانم که حرکت تفاهم اصلاحات افغانستان یک تجربه میخواهد، یک تجربه جدید و متفاوت در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی در افغانستان باشد. ما انشاءالله تلاش میکنیم آنچه را که میگوییم و خداوند برای ما توفیق نصیب بکند و این حرکت توفیق نصیب بکند با آنچه که ما گفته می شود وعده می سپاریم و آن عمل بکنیم. ما وعده های زیاد برای ملت نمیدهیم، اما آنچه را که میگوییم تلاش میکنیم آن را انجام بدهیم. توفیق اول و اخیر از جانب پروردگار است. ما خواهان همکاری
ملت افغانستان هستیم از همه جهت ها، چی حاکمیت کنونی در افغانستان، چی مخالفین و مخالفین این حاکمیت، چی هم این 90% مردم افغانستانی که در وسط هستند و در حقیقت همکاری افغانستان باید باشند، هستیم که با این حرکت سیاسی، با این چتر سیاسی همکاری بکنند، صدای ما را لبیک بگویند، در برنامه ها سهیم باشند، شریک باشند. و وقتی که روند تفاهم ملی آغاز می شود و این 6 ماه و بعد 3 ماه و 6 ماهی که بر اساس یک مکانیزم مشخص و ملت افغانستان شریک می شود، وقتی که این روند آغاز می شود، ما خواهش می کنیم از ملت نجیب افغانستان در داخل و خارج که با روند تفاهم ملی همکاری بکنن، مشارکت بکنن، سهیم بشوند در جلسات، در اجتماعات، کنفرانس ها و سمینارهایی که برای مطابق طرح و نقشه روند تفاهم ملی و اصلاحات در افغانستان به خیر آغاز می شود همکاری بکنند. ما با استقلال افغانستان باور داریم و حرکت تفاهم اصلاحات یک حرکت خودجوش است، حرکت خودجوشی است که نه با هیچ جهت خارجی ارتباط ندارد و از هیچ جای پول و امکانات نمیگیرد و به تکیب مردم افغانستان است. و ما با شفافیت انشاءالله با شما و ملت افغانستان حساب خواهیم داد که در این حرکت شفافیت مالی، شفافیت کاری، شفافیت تشکیلاتی انشاءالله همه موجود دارد. بعد و این محک تجربه است، امیدوار هستیم که ما در این تجربه و امتحان کامیاب بتریم. تشکر از شما. تشکر. باید عرض کنیم که از نهادهای سیاسی، از جریاناتشان بیخبر نیستیم. به وقتش با مردم افغانستان شریک خواهیم کرد که چه کسانی از کردیت منافع ملی برای بادرانشان خدمت میکنن و به ملت افغانستان پشت کردن. حاضر هستند به دعوت یک کشور یا یک نهاد با 4 دست و پا بدوند، ولی در خدمت مردم خود قرار نمیگیرند، در تماس با مردمشان نیستند، نه در خارج نه در داخل. و این روی کرد حکومت های استبدادی گذشته بود بر آنهایی که آنها را تمویل میکرد. بسیار مؤدبانه میرفتند، دست و پایشان را میبوسیدند، ولی برای مردمشان اصلا ارزش قائل نبودند. ما باید عبرت گرفته باشیم که تا زمانی که مردم را نداشته باشیم هیچ چیز نخواهیم داشت، حتی اگر 52 کشور پشت سر ما باشه. تجربه 20 سال آنچه که جمهوریت نامیده میشد، نه برای افغانستان بلکه برای منطقه و برای تاریخ باید به عنوان یک درس آکادمیک در دانشگاه های علوم سیاسی جهان تدریس شود که بر پر و بال دیگران نمی شود پرید. باید از ظرفیت های خود، از امکانات خود، از تاریخ و تمدن و عقبه و شرایط موجود استفاده کرد، هم در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین المللی، تا بتوانیم یک استقلال سیاسی و ثبات را در کشور حاکم سازیم. بسیار زیاد تشکر.